بریم که داشته باشیم. این منم، عرشه 12 ساله‌ای که به فعالیت‌های هنری خیلی علاقه داره و اینم باز منم، عرشه 18 ساله‌ای که دیگه انگار مثل قبل اون انرژی و انگیزه رو نداره. البته خب همه چیز برمیگرده به قبل از دریافت کردن این مسیجا. سلام ارشیا جان، خوب هستی؟ چطوری؟ نه من می‌خواستم بدونم ارشیا جان سلام. چطوری؟ دود چیزی میزنی؟ اینا رو ترمیم سب کن ببینم اینطور که معلومه به نظرم بیاید تایتل ویدیو رو بذاریم یه اثر هنری چطور متولد میشه. صادقانه خودم هم دقیق نمیدونم، اما خب همه چیز با یه ایده شروع میشه و اینکه ایده چطور جرقش میخوره میتونی وقتی داری گیتار میزنی یا حتی فیلم مورد علاقت رو طراحی کنی، سر کلاس دینی توی مدرسه و یا حتی وقتی که داری تدوین میکنی و هر کار دیگه ای، از آماده کردن صبونت تا تفکر توی دستشویی و یا حتی یه خاطره قدیمی و آثار هنرمندی دیگه میتونه الهام بخش باشه و جرقه ایدت رو فعال کنه. فعال اصلا نفهمیدم چی گفتم، امیدوارم به هر حال گرفته باشی. چرا که ایده معمولا در لحظه های ساده زندگی به خلاقیت شکل پیدا میکنه، اما اینکه با ایده های متفاوت و به هم ریخته ای که توی سرت هست همینطور سر کنی بدون اینکه حتی دقیق بدونی چی میخوای و هدف چیه واقعا سخته، طوری که همه چیز روی مخته، حتی مثلا همین صدای ساعت. برای همین پیشنهادم داشتن یه پلن و نوشتن یه چیزیه که میخوایم. اینکه فکر و هدف‌ها و ایده‌هایی توی ذهنت روی کاغذ بیاری معمولا خیلی به جزئیات و کیفیت کارت کمک میکنه، همونطور که یه فیلمنامه و سناریو بارها نوشته و کاپیش شده. مثل منم انقدر بدتر نباشی. الان مثلا من میدونم چی میخوام، البته شاید نمیدونه. داشتن رفرنس، اینکه الان دقیق میدونیم چی میخوایم و هدفمون چیه میتونیم طراحی رو شروع کنیم، ولی خب من ترجیح میدم که قبلش به عنوان نمونه یه رفرنس داشته باشم و خب هیچ منبعی بهتر از پینترست نیست. از که من به سبک لایف استایل پانک راک و متال علاقه زیادی دارم، ترجیح دادم که رفرنسم رو بر همین اساس قرار بدم و حقیقتا 1-2 ساعت پینترست رو خوردم تا اونی که میخوام پیدا کنم. اینجاست که دیگه اتودو بر میداریم و شروع میکنیم به زدن طرح اولیه و به شخص معمولا طرح اولیه رو خیلی کثیف و شلوغ کار میکنم تا دقیق اون چیزی که مد نظرمه در بیاد. در نهایت از کار عکس میگیرم و وارد آیپدش میکنم تا دقیق روی لاینات و جزئیاتش کار کنم. چیزی که معمولا یه طرح رو نسبت به طرح‌های دیگه متفاوت تر میکنه رنگ بندی و پالت رنگی که داره. برای همین من برای این کار فقط از 2 رنگ آبی و قرمز استفاده کردم. در نهایت از اونجا که دنیای هنر بی حد و مرزه، کار رو وارد افتر افکت میکنیم و لایه به لایه، فریم به فریم ادیتش میکنیم همراه با قهوه. اینم از نتیجهش.